سلام علیکم و رحمت الله هموطنان عزیز و بینندگان محترم. خدا کنه که دارای صحت کامل باشین. امروز در شهر کابل خواستیم یک گزارش کوتاهی از یکی از مدارس دینی داشته باشیم. البته ما فعلا در مدرسه حاجی قلم الدین پنشیری قرار داریم و خواستیم یک گزارش تهیه کنیم از شاگردای مدرسه، همچنان از مشکلات و بعضی چیزایی که ضرورت دارن یا کدام مشکلاتی که دارن مدرسه او را ببینیم. همچنان خواستیم همراه یک تعداد شاگردای مدرسه مصاحبه کوتاهی داشته باشیم و یک تعداد سوالای از اینا بپرسیم و به خاطر تشویق شاگردا یگان تحفه هایی که همراه ما هست رو برشان تقدیم بکنیم. هموطنان عزیز از شما خواهش میکنیم که ما را تا آخر بیننده باشین، همچنان از صفحه فیسبوک ما دیدن بکنین و یوتیوب چینل ما را سابسکرایب بکنین و ما را مورد حمایتتان قرار بدین. فقل للحافظات اليوم شكرا على صدق يزال به السراب. حفظتن الكتاب بكل عازم بجهد من يقوم به. دوستان عزیز و بینندگان محترم، فعلا ما داخل مدرسه حاجی قلم الدین پنشیری هستیم. همراه مسئولین مدرسه میخوایم یک مصاحبه کوتاه داشته باشیم. قاری صاحب محترم، میشه اسمتون رو برای ما بگین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم محمد صابر میرزا، تخلص دارم از ولایت پنجشیر، فعلا مسکونی پروان سیوم شرقی. قاری صاحب صابر، بسیار خوش شدیم قاری صاحب محترم. قاری صاحب محترم، ماشاءالله ما مدرسه را که دیدیم شاگردای هم تعداد طفلای خرد بودن و هم ماشاءالله نوجوانا بودن. مدرسه بسیار تعداد شاگردان الحمدلله زیاد بود. دیگه قاری صاحب میشه برای ما بگوین که درس های حفظ و تجوید است و در پولی از او درس های مضامین مکتبی چیزام تدریس میشه یا نه؟ بله، طبق که شما میدونید قاری صاحبان محترم، دیگه کلاس که شما فعلا قرار دادی کلاس حفظ مان، همچنان طبقه دو سنه در پایین طبقه ذکور است که اطفال است. اطفال که مثلا قاعده و چیزا از روخانی، این تو طبقه پایین دو صنف دیگه خود شما مشاهده کرده باشید. پایین دو صنف بچه اطفال خرد داریم که یک کلاس حفظ داریم که دارای تقریبا نهاری و لیلی همچنان اونو درس میخونن. نهاری لیلی من به تعداد 6 شاگرد لیلیه داریم، 30 نفر فعلا لیلیه داریم در کلاس سلف. البته 50 نفر نهاری، 50 شاگرد هم از روزانه است، مثلا از طرف روز درس میخونن دیگه در بله ها. بسیار خوب قاری صاحب، ماشاءالله. جمله تعداد متعلمینی که درس میخواند تقریبا چقدر است بعد جمله شدش؟ جمله تعداد ما به تعداد 550 شاگرد است فعلا در این مدرسه، هم از اوناس هم ذکور، هم از اوناس هم ذکور. 3.5 شاگرد فعلا حاضر که در دو تایم مختلف درس دادیم. تایم از طرف صبح هست و بعد از ظهر دیگه تقریبا 1.5 از طبقه اوناس است که در دو کلاس مختلف درس میکنن. ماشاءالله قاری صاحب. قاری صاحب، باز یک تعداد شاگردایی که مثلا زیادتر شاید تعداد شاگردای اوناس فعلا زیاد شده باشه، چون که مکاتب اکثرا بعد از صنف ششم بسته هستند، چون مکتب بسته است بعد از صنف 6، به او خاطر شاید که تعداد شاگردای اوناس تان اضافه باشه. بله ها، از طبقه اوناس شایقین زیاد داریم، علل خصوص طبقه طبقه که از مکتب بازماندین از صنف 6 به بالا مراجعین زیاد داریم. هم در تایم صبح هم در تایم بعد از ظهر مراجعین ماشاءالله زیاد از طبقه اوناسون. مکاتب بسته است، یگانه در که برشان باز مانده اینمی در مدارس است، در صورتی که خودتان هم مشاهده کردید که هم صنوف طبقه اوناس از راهی که مثلا رفت آمد کلشان کلا جداست است، هیچ کدام چیزی ندارن و مزاحمت نمیکنن. طبقه ذکور با اون از کل چیزشون بازم با وجودی که اینقدر مشکلات با میپذیریم، میگیم که در برشان هیچ وقت بسته نشه، در قرآن بسته نشه برشان. ما کوشش زیاد خود میکنیم که این عظیمی قرآن دیگه بی بهره نمانند، از کلش بی بهره شدن، از قرآن بی بهره نمانند. ان شاء الله کوشش میکنیم. خداوند شما را خیر بده قاری صاحب محترم، خداوند نجر ثواب براتون نصیب بکنه و خداوند روز رحم بکنه که بخیر در مکاتب به تمام خواهرای ما برویشان باز شد و مکاتب برویشان باز شد و دوباره بتونن و مکاتب خود ادامه بدن. خداوند روز بخیر به زودترین فرصت روزش برسه.
قاری صاحب محترم، شما گفتین که ما به تعداد 30 نفر لیلیه هم داریم اینجا. باز یک تعداد شاگردای شما شاید از ولایات هم باشه که از ولایات میشه به تعلیم و تحصیل ادامه میدن. باز جای بود و باش چیز کمی یا کدام مشکل خونیست ان شاء الله. در جای بود و باش مثلا وقت نان که نان میخوره این چیزا ان شاء الله مشکل نیست. در جای بود در ارتباط که مثلا در ارتباط از اینکه قاری صاحبایی که در اینجا وجود دارن در لیلیه از ولایت مختلف هستند. از ولایت پکتیا داریم، از بگرام خود کابل ما، از تخار است، از ولایت بدخشان، از ولایت پنجشیر، از ولایت مختلف دیگه از قاری صاحبای محترم ما مصروف چیز از حفظ قرآن کریم هستند. ما در جای مشکل نداریم. یگانه مشکل ما که در مواد اولیه است. مواد اولیه مشکل داریم چون که بعض کمکان که این مدارس هیچ نوع کمک از طرف حکومت بر خود شما معلوم است که هیچ نوع کمک از طرف حکومت برای مدارس نمیشه. این مردم است که با کمک این مردم خداوند این مردم خیر بده، خیر نصیب کنه. با کمک این مردم این مدرسه ما ماشاءالله پیش میره. باز هم مواد اولیه دیگه ضرورت داریم. با مشکلات مواد اولیه است، مشکلات جای بود و باش ماشاءالله جای بود و باش منظم است. یگانه مشکلی که داریم مواد اولیه است، چون شاگردی که پیش ما میپذیریم و شاگرد غیر از اینکه درس میخونه در ضرورت به خوراک داره، به ضرورت به خوراک خوب داره. یک شاگرد در زمانی که میتونه خوب صحیح درس بخونه خوراک خوب داشته. مثلا ما شاگرد جذب کنیم، مثلا ما تعدادی که ما 30 نفر به شما یادآوری شدم، این مشکل ما یگانه مشکل اندیم ما مواد اولیه نمیتونیم رسونده. از اینکه نمیتونیم نمیخوایم که مثلا شاگرد زیاد جذب کنیم به خاطر که با مشکلات روبرو میشیم. این مشکلی که مثلا موادی اولیه ما به شما ذکر کردم در می اطراف در می چهار طرف ما ماشاءالله مدارس زیاد است. ما تقریبا 2-3 مدرسه که ما فعلا خبرم دارم آگاه هم هستم از این خاطر این مشکل مواد اولیه، یعنی بچهای لیلی خود رخصت کردیم چون که ندارن دیگه پیش بردن نمیدونن مدرسه. و مثلا مهمترین چیزی که مواد اولیه باید به شاگرد برسه که شاگرد جلب، چون کدام کمک از طرف دولت این مدارس نمیشه. چون که مدرسه ما دیگه مسجد ما است در قالب دولت است، اما مدرسه شخصی است، مربوط دولت نمیشه. بسیار خوب قاری صاحب، خدا خیر نصیب کنه. قاری صاحب منظورتان از مواد اولیه که گفتین، مواد اولیه امی مواد خوراکی منظورتان یا قرطاس اباب چیزه؟ نه مواد اولیه مواد خوراکی، مثلا آرد، روغن، برنج، لوبیا نخود بس. بله زیاد دیگه خواهش زیاد نداره. همین چیزی که مثلا بتوانن که بینمی همون خوراکی روزمره خود پیش ببرن. خداوند مهربان از دوستای عزیز که روز شب که مشکلات همگی حل باشه از مدرسه ها، از مدارس تعلیمی و تحصیلی. قاری صاحب محترم، غیر از مواد اولیه خو یک مشکل مدرسه حاجی صاحب قلم‌الدین بود که ما را یادداشت کردیم. دیگه مثلا از لحاظ برق، مثلا شبانه برق مسجد خو الحمدلله او هم می باشه. از لحاظ میز و یگان چوکی و بعضی چیزهای دیگه شما کدام کمبودی خو ان شاء الله ندارین؟ ما برای فعلا اینمی جایی که مثلا شما خودتون قرار دارید برای یک فرش بسیار منظم به ضرورت داریم. برای فعلا دیگر ما کمبود میز داریم در صنفایی که در پایین شما مشاهده کردید. کمبود میز مثلا بعض قرطاسیابات در ضمن از اینکه حفظ قرآن کریم میکنن، بعض درسای عقیده و درسای فقهی و بعض تجوید ابتدایی البته ولی دروس‌ها خوانده میشه و هم کمبود قرطاسیا و قلم و چیزا داریم. قاری صاحب محترم، به تعداد چی اندازه استادا بازیج مصروف درس دادن هستن؟ چند استاد داره مدرسه؟ ما فعلا ماشاءالله به تعداد 7 تن استادان دیجا چیز در کلاس‌های مختلف مصروف تدریس هستن که از این 7 تن 4 تنشان از طبقه اوناست که در تایم‌های مختلف صبح و بعد از ظهر درس دارن، که 3 تنشان از طبقه اوناست که فعلا قاری صاحب می‌بینی که مربوط مصروف درس دادن است، درس کرال و حفظ. دیگه 2 تن از استادان در پایین صنفای پایین که مثلا درس‌های ابتدایی شاگردان که مثلا نهاری مصروف درس است. خداوند همگی ما شما را توفیق عنایت بکنه که سهم بگیریم به کمک و همکاری مدارس در شرایطی که مکاتب برای دخترها بسته است. یگانه امیدشان مدارس دینی است که از اینجا میتونن تحصیل و درس خود ادامه بدن و خداوند جل جلاله هموطنای ما و دوستای ما که در خارج از کشور هستند یا در داخل از افغانستان هستند توفیق عنایت بکنه که در همکاری با مدارس دینی و با مراکز تعلیمی سهم شوند
قاری صاحب محترم، اگه اجازه شما باشه ما با یک تعداد از شاگردای مدرسه شما یک مصاحبه کوتاهی بکنیم و بعضی سوالات ازشان پرسان کنیم و یک چند تحفه هم داریم همراه خود که شاگردایی که اگر به سوالات ما جواب دادن تحفه رو براشان تقدیم بکنیم. میشه که یک چند شاگرد اجازه باشه که همراهشان مصاحبه کنیم. سلامت باشین. خیلی اجازه از خود شما هستن. به چهار سوال که داریم ان شاء الله آماده هستن. ماشاءالله. تشکر قاری صاحب. بخیر باشن، سلامت باشن. قاری صاحب بخیر باشن. دوستای عزیز، ما یک قاری صاحب با خود داریم، می‌خواستیم یک سوال ازشان بپرسیم و اگر اونا موافق شدن که سوال ما را جواب بدن، ما همون توفیقی را که از طرف چینل با خود داریم برشان تقدیم میکنیم. قاری صاحب میشه اسمتان برای ما بگید؟ اسم من سید اکرم ولد سید اعظم هستم از ولایت تخار. قاری صاحب سید اکرم، ماشاءالله. قاری صاحب سید اکرم، ما یک سوال داریم از شما. میشه شما برای ما آیت الکرسی شریفه تلاوت کنین قاری صاحب؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. ماشاءالله قاری صاحب، ماشاءالله. خداوند اجر نصیب کنه. بسیار زیبا تلاوت کردین. دوستای عزیز، قاری صاحب در سوال ما یا خواستی که ما خواهشی که داشتیم اونا را کردن و مخواهشی را که ما ازشان کرده بودیم قاری صاحب محترم بجا آوردن. واقعا قاری صاحب محترم بسیار تلاوت زیبا و دلنشین کردن. خداوند هم برای ما و هم برای خودشان اجر نصیب کنه و ما متوفی را که از طرف برنامه خود برشان به نظر گرفته بودیم امور برشان تقدیم میکنیم. قاری صاحب تحفه تقدیم شما، خداوند برتان خیر نصیب کنه. کدام گفتنی اگه دارین به برنامه ما، کدام پیام داشته باشه؟ گفتنی من از به جوانای است که در هر جای هستند، چه در کشور است بیرون از کشور چه داخل از کشور، اونتا خدا را فراموش نکنند و همیشه نماز خدا بخوانند. مسافر هستند، هر جایی که هستند، دست کار هستند، اما نماز خدا ترک نکنند، خدا را فراموش نکنند. هر جایی که اگه باشن مثلا اگه خدا را فراموش نکنند، همیشه خداوند با اونا هست. یعنی که خدا را فراموش کنند بگم و پشت پول دنیا پول بگردن و پشت پیسه بگردن، اون با دیگه خداوند اونا را فراموش میکنه. هر چیزی را که باشه برشان خواسته باشن در روزشان نمیرسن. و تا این جوانای است که گفتنی ما که اینا تا اینی که برام مثلا چارز بزنن، سیگریت دگام، چیزی کارهای دنیایی که مزخرف انجام میدن، او کدن بیان درس دین بیاموزن. تا مکتب است، مدارس است، هر جای است باید درس دین بیاموزن تا اینی که در هر جای برون. خدا نجر بده قاری صاحب. پیام بسیار زیبا به تمام جوانان و نوجوانای کشور عزیز ما. واقعا پیام بسیار زیبا بود. تشکر قاری صاحب. بخیر باشید. تشکر. سلام علیکم قاری صاحب. میشه اسمتان بگین؟ بله. اسمتان؟ اسم قاسم محمد حافظ بدخشانی، از بدخشان هستیم. محمد حفیظ بدخشان هستیم. ماشاءالله. از بدخشان هستین. اینجا دلیلی می باشین؟ دلیلی باشیم به خاطر رضای الله، به خاطر زنده کردن سنت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میخوایم که کلام الله را یاد بگیریم و دیگران برسانیم. ماشاءالله ماشاءالله. یکی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن خیرکم من تعلم القرآن و علمه، که بهترین شما کسی است که قرآن یاد بگیره و او را به دیگرها برسانه. بشک شما هم در جمله از امو اشخاص حساب میشین. خدا خیر برتان نصیب کنه. قاری صاحب چند سپاره حفظ داری؟ 2 سپاره حفظ داریم. نو مدگی اسم از بدخشان 2 سپاره حفظ داریم. خب ماشاءالله 2 سپاره. مکتب هم میری قاری صاحب؟ نه مکتب نمیریم دفتر. چرا مکتب نمیری؟ مکتب که اصلا اون نو مدگی اسم از بدخشان گفتیم قرآن کریم یک حفظ بکنیم، بعد بخیر بعد مکتب شروع کنیم.
خب ماشاءالله به خدا توفیق بده که بخیر مکتب هم در پولی مدرسه شروع کنی، از مضامین ساینسی و بعض مضامینی که است او هم بخیر شروع کنی در مکتب در پولی حفظ قرآن مجید. قاری صاحب ما یک سوال از خودت پرسان میکنیم، اگر سوال ما را جواب دادی باز ما یک تحفه از طرف برنامه خود داریم که رو برای تقدیم میکنیم. آماده هستی قاری صاحب؟ قاری صاحب یک سوال ازت پرسان میکنم قاری صاحب که کدام نماز هست که سجده نداره؟ کدام نماز است که سجده نداره؟ نماز جنازه است. ماشاءالله قاری صاحب ماشاءالله نماز جنازه سجده نداره. واقعا دوستای عزیز قاری صاحب در سوال ما را به درستی انجام داد و مستحق جایزه برنامه ما است. قاری صاحب این تحفه شما خداوند اجر برتان نصیب کنه. راستی قاری صاحب یک چیزی را در آخر ازت بخواستم پرسان کنم که چی پیام داری به دیگه جوانا نوجوانا، چی پیام داری بر اونا؟ برای اونها پیام دادیم به خاطر نماز بخونن، روزه ماه مبارک رمضان را بگیرن، زکات بدهن و نخواهند که غیبت بکنن و زنا بکنن، کارهای خراب بکنن. آن کارهایی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرموده آنها را بکنن، آنهایی را که نهی کرد آنها را نکنن. ماشاءالله بسیار پیام زیبا. خداوند همگی ما شما را توفیق بده که پیام قاری صاحب و عملی کنیم. تشکر. سلام علیکم قاری صاحب. و علیکم السلام. قاری صاحب اسمت چی است؟ اسم من ثناءالله است. ماشاءالله قاری صاحب ثناءالله. چند سپاره را حفظ داری قاری صاحب؟ 7 سپاره. 7 سپاره ماشاءالله. چند سال میشه مدرسه می؟ 6 سال. 6 سال ماشاءالله. خیلی چند ساله هستی قاری صاحب؟ 11 ساله ماشاءالله. خداوند و پدر و مادر توفیق بده و در اجر و ثواب برش نصیب کنه که خودت 6 سال میشه دوستای عزیز که مدرسه میه. فکر کنین 11 ساله است یعنی 4 ساله بوده، 5 ساله بوده دوستا، یعنی از 5 سالگی ماشاءالله خداوند اجر بی پایان و والدین دم چه اطفال نصیب بکنه. قاری صاحب ما میخوایم برای ما یک تلاوت بکنی از قرآن مجید. آماده هستی؟ باز ما یک تحفه داریم از طرف برنامه خود رو تقدیمت میکنیم. آماده است. خب قاری صاحب برای ما میشه سوره مبارکه اذا جاء را تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. ماشاءالله خداوند توفیق بده. بسیار زیبا تلاوت کرد دوستای عزیز. واقعا سن ساله که قاری صاحب داره 11 ساله، همچنان بیشتر از 7 سپاره قرآن مجید حفظ داره در سینه خود دیگه. واقعا استعداد همچون اطفال که میبینیم بسیار خوش میشیم دوستای عزیز. قاری صاحب ما توفیق را که از طرف برنامه خود در نظر گرفتیم رو برات میتیم دیگه. خدا کنه که بگی قاری صاحب دیگه خدا کنه که بخیر روز شوه که 30 سپاره قرآن مجید حفظ داشته باشی و بخیر افتخار افغانستان و افتخار پدر و مادرت باشی قاری صاحب. دوستای عزیز و بینندگان محترم، خدا کنه که تا این دم با ما همراه بوده باشید. واقعا لذت بردیم از تلاوت‌های زیبای قاری صاحب و از دوستای خود در خارج و داخل از افغانستان خواهشمند هستیم تا با همچون مراکز دینی و مراکز تعلیمی کمک و همکاری نمایند، چون در شرایطی که فی الحال قرار داریم بخصوص طبقه اوناس از صنف 6 به بالا به مکتب رفتن نمیتونن و اکثرشان در مدارس دینی مصروف تعلیمشان هستند و مدرسه ای را که ما دیدیم بعضا کمبودی ها و بعضا مشکلاتی که داشت قاری صاحب برای ما گفتن. دیگه از دوستای خود خواهشمند هستیم که در همکاری با مدارس دینی و مراکز تعلیمی با ما سهیم شوند و با ما همکار باشند. دوستای عزیز، به خاطر حمایت از چینل ما و به خاطر از حمایت از ما لطفاً چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید و صفحه فیسبوک ما را لایک بزنید. دوستای عزیز، شما را تا برنامه بعدی به خدای پاک میسپاریم.